حضرت علی میگفتن که کل یوم لا نعصی الله فیه فهو لنا عید. هر روزی که در آن روز الله تعالی را گناه نمی کنیم آن روز برای ما عید است. بیگاه یک دفتر گیرید کنی بینید امروز گناه کردید یا نکردید، امروز چی کارهای خیر کردید، تهجد خواندید، بامداد را در جماعت خواندید، مردم اهل خانه‌تان را به نماز تهجد بیدار کردید، ذکر پگاهی را کردید، نماز ضحی خواندید، نماز یاری پرسیدید، تعلیم علم گرفتید، قرآن قرائت کردید، به نزد استاد رفته سپاریدید، حفظ حدیث کردید، خیر و سخاوت کردید، همشه بینید به فرزندا به تربیه آنها اهمیت دادید، چند گناه کردید. بیگاه یک حساب و کتاب کنید. اگر کل یوم لا نعصی الله فهو لنا فیه عید، واقعا سخنی بزرگ است. آن روزی که گناه نکردیم برای ما عید است گفتن. بعضی ها همین سخنی حضرت علی نادرست تعویل کرده گفتن که هر روزتان نوروز باد گفتیان. خیر نگفتن. هر روزی که عید همان، یعنی عید کی عید است؟ عید همان روزی که گناه نکردیم عید است. خب برایشان شاید برای بزرگان هر روزشان عید بود. برای چه گناه نمی‌کردند؟ مگر آن گناه‌های صغیره که از این نماز تا این نماز خودش بدون استغفار و توبه محو می‌کنه. گناه‌های هست که بدون استغفار و توبه محو می‌شود. از صلوات الخمس 5 وقت نماز، آن گناه‌هایی که بین خودش میشد مغفرت می‌کند، محو می‌کند. گناه‌های صغیره، یعنی این خیلی گناه‌ها از انسان صادر میشد. لیکن گناه کبیره یا گناه عظیم کی کرد، اون علاقه مصیبتی در دین است.